سایه ها و تیرگی های زیر گردن رو میزنم که میبینید از دستمال کاغذی استفاده میکنم و چون سطح کار بزرگ هست من هم سایه های لغزشی بزرگتر و یا در جهت طول عضلات گردن و ماهیچه های گردن ایجاد میکنم. قسمتی از موها که نور خورده هست باید زمینه رو تیره کنم که بتونم اون نور خوردگی رو نشون بدم. پس توی چهره هایی که موهای روشن دارن، مثلا موهایی به رنگ سفید یا زرد، ما برای اینکه بتونیم اون سفیدی رو نشون بدیم میایم زمینه رو تیره میکنیم یا اونا رو توی بک‌گراندی قرار میدیم که پشت سرشون یک نمای تیره وجود داشته باشه که تفاوت کنتراست تیرگی زمینه و سفیدی موها به این وسیله مشخص بشه. چون ما اگر تصور کنیم که مویی که سفید هست روی زمینه سفید هم قرار بگیره، در واقع خودش رو نمیتونه نشون بده و نمیتونه از زمینه به اصطلاح جدا بشه. بنابراین یک بک تیره میتونه اون تفاوت بین سوژه و زمینه رو خیلی واضح تر کنه. اما در این مرحله میام با پاک‌کن اتودی خطوط روشن موها رو نشون میدم. دقت کنید که جهت حرکت پاک‌کن اتودیتون حتما باید در جهت رویش موها باشه، یعنی باید از ابتدای مو به سمت انتهای مو دستمون رو پرت کنیم و اگر شما از پاک‌کن مونوزیرو استفاده کنید که ابعاد کوچکتری داره و کارتون رو راحت تر میکنه. اگر از پاک‌کن اتودی معمولی استفاده میکنید میتونید سر پاک‌کن اتودی رو با یک کاتر برش بزنید، تراش بدید تا اینکه یک نوک تیزتری رو داشته باشید که بتونید به وسیله اون خطوط نازکتر رو ایجاد کنید. حتما وقتی که از پاک‌کن اتودی استفاده می کنید دستتون رو تا حدودی پرت کنید. این پرت کردن دست باعث میشه که سر خطا نازکتر بشه. همونطور که موهای ما ریشه و توی قسمت ریشه ضخامت بیشتری داره و سر موها نازکتر هست، موقع طراحی هم باید اینو در نظر بگیریم که به وسیله پرتاب کردن دست اون حالت نازک شدن سر موها رو نشون بدیم. اما بعد از اینکه خطوط سفید رو ایجاد کردم، مدادم رو برمیدارم و شروع میکنم به ایجاد خطوط خیلی نازک. توی این مرحله حتما باید نوک مدادتون کاملا تیز باشه که بتونید خطوط با شارپنس بالا رو ایجاد کنید. در کنارش میتونیم از یک مداد اتود هم استفاده کنیم که نوک نازکتری داره و باز همینو در نظر بگیرید که جهت حرکت دستتون به جهت موها باشه. شاید این سوال براتون پیش بیاد، خب مویی که پیچ و تاب داره باید چجور ترسیمش کنیم؟ مویی که پیچ و تاب داره باید به صورت تیکه تیکه رسم بشه، یعنی هر قوس جداگانه. اگر مو 3 تا قوس داره شما باید با 3 تا حرکت دستتون موها رو ترسیم کنید که وقتی رشته های مو در کنار هم قرار میگیرند با هم کاملا همخوانی داشته باشند و حالت در هم تنیده و شلختگی ایجاد نشه.
اما بهتره که موها رو به شکل دسته دسته بکشید، یعنی هر چند تا تار مو از یک نقطه مبدأ شروع بشن و در ادامه کمی از هم فاصله بگیرن. خب همونطور که میبینید در این قسمت که زمینه رو تیره کردیم، با استفاده از پاکن اتودی خطوط روشنی رو میندازم که تارهای پراکنده مو رو در روی زمینه نشون بدم. اما برای نشون دادن مژه ها
از مداد و اتود استفاده می کنم. مداد B4 لوکش رو کاملا تیز می کنم و مژه ها رو از قسمت پلک به سمت بالا می کشم. حتما دستم رو پرت می کنم که سر مژه نازکتر بشه و قسمت ابتدایی مژه ضخیمتر و قسمت انتهاییش نازکتر بشه. و همونطور که میدونید مژه ها توی قسمت بیرونی پلک ها بلندتر هستند و در قسمت داخلی چشم کوتاه‌تر و همینطور مژه های پلک پایین نازکتر و کمرنگتر از پلک بالا هستند. برای ابروها هم باز از همین تکنیک استفاده می کنم و در جهت رویش تارهای ابرو با استفاده از مداد اتود دستم رو پرت می کنم.